مشغول کار خودمون بودیم توی شهر خودمون، توی استان خودمون مازندران. وقتی خبر زلزله رو به ما اطلاع دادن متوجه شدیم که 7 ریشتر، زلزله 7 ریشتر و خورده‌ای خب میتونه خرابی خیلی زیادی به همراهش باشه. وقتی بچه‌های جهادی و جهادگران شمال کشور عازم شدیم توی منطقه حضور پیدا کردیم، ابتدای هم یک بررسی داشتیم از خود محیط منطقه. یک استرس شدیدی به ما وارد شد به علت اطلاع رسانی که از دوستان که مارگزیدگی و عقرب گزیدگی تو منطقه رویت شده بود. ما هم خیلی ترسیدیم، گفتیم نکنه حالا عقرب باشه تو منطقه یا مار باشه، به خاطر این زمین لرزه تا هم اومده بودن به سطح زمین. ولی خب خدا رو شکر ما آسیبی ندیدیم از این. سلام علیکم، وقت شما بخیر، خدا قوت. خوب است ان شاء الله. ببخشید با اجازه. سلام علیکم یا الله.